مهرو برهانو و غالب دو آزمون جمهوریوی در سال 2024 فروغ یوسف دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت خواننده لیسه دولتی رقم 1 ناحیه واسه می باشد. این دستاورد مهرو ابروی مکتب و استادان را نه تنها در ناحیه و ولایت بلکه در مقیاس جمهوری باز هم بلندتر گردانید. از این رو کلکتیو آموزگاران این مؤسسه تعلیمی شاگردشان را همراه با خوانندگان با خرسندی استقبال گرفتند تا اینکه از موفقیت مهرو دیگران عبرت گیرند. امسال در دو آزمون سطح جمهوریوی فروغ یوسف دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت اشتراک نموده در دور نهایی سزاوار مقام سیوم گردیدند و به همسالان خود توصیه می‌دهم که در چنین آزمون‌های سطح جمهوری اشتراک نموده سویه دانش خویش را بلندتر گرداند، زیرا شخص با خواندن کتاب نه تنها سویه دانش خویش را بلند می‌گرداند بلکه درک و فهمش نیز نسبت به همه گونه موضوع‌های زندگیش بهتر می‌گردد. در جمع آمد ادانه رهبریت مؤسسه آموزگاران و خوانندگان را به این موفقیت تبریک نموده از سهم آموزگاران در تعلیم و تربیت شاگردان یادآور گردیدند. اولا میناداری خود را به اساسگار صلح و وحدت ملت پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میرسانند که برای جوانان یکچند آزمون‌های سطح جمهوری راه اندازی نمودند که خود سویه دانش خوانندگان را بلند نمایند. از این لحاظ خود را یکی از شخصان خوشبخت‌ترین می‌حسابم که توانستم که شاگرد خود را در آزمون علم فروغ معرفت از نوعیت بیولوژی آماده سازم و در دور نهایی سزاوار جای گردد. و این چنین کوشش می‌نماییم که همیشه شاگردان را در راه علم آموزی تربیت نماییم و در دل خوانندگان مهر و تندرستی و علم آموزی را دوچار نماییم. لیسه دولتی ناحیه واسه مؤسسه تعلیمی که مهرو اینجا تحصیل دارد 915 نفر کودکان را به تحصیل فرا گرفته است. شاگردان این مؤسسه سال گذشته در آزمون‌های سطح بین المللی اشتراک ورزیده جایهای نمایان را اشغال نمودند. گزارش خوجا نظریف خدای نظر زهروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.